با سلام خدمت شما بینندگان گرامی. امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید. امروز آمدیم در منطقه ریزیشک هرات. شهر که می اول دهات اینجا. ما شهر همیشه گفتم هم تا عادت کردم مثلا شهر میگم. منطقه دهات ریزیشک هرات و اینجا یک فصل بسیار عالی متفاوت. همیشه دارم بیننده باشید که و در آخر ویدیو ما را همراهی کنید. بریم بریم بریم. این میبینید سیبای خوشمزه هنوز فصلش نرسیده. همینطور که میبینید بسیارم پرباره، بسیارم خوب شد. انشالله که فصل دینام باشیم. کار نیست. Не ресурсные шкурным группишко потарнышка. Сумаешь бурнит хасташ? Галам мухраха дис он сонч. Мишку. Сида жирам. Ха. Ха. همینطور میبینید تولد بودم منده کم کم. خیلی کم کم منده دیگه. و این هم یک تصویر جذاب از همه مبرم. بس استنى. نسيت تعمل جنين؟ لا بس ايش امشي انجم ايش ها؟ دكتورة شكر نيت. سرپاش بلش بل. سرپاش بلش بل انت وتصايا بل صايا. شو صايا بلش. يا بردين كمان. ماما آمدیم که فصل زردآلوی دیگه بسیار همینطور دیگه خوب زردآلو در حال تمام شده دیگه. تقریبا آخرایشه ولی ما دیر رفتیم دیگه. امروز دیر رفتیم دیگه. نمیرخن زردآلو کم کم منده ولی در کل دیگه فصلش دیگه داره تمام میشه دیگه. کم منده و اینم خدا جانه دیگه. نگاه چه چیزایی انار قندهار که میگه اینای دیگه. البته اینا انار هرات. انار قندهار که خیلی خوشمزه و اینم بسیار خوشمزه. ما از اینا پارسال زیاد استفاده کردیم. این سال که هنوز فصلش نرسیده دیگه معلوم یک سر کم مونه. گلهاش بسیار خوشگل، خیلی دیدنی. خواه ما برم یعنی ما مادم فينا تشيش كده تربشي هناك إلى ليه مشى؟ هذا هو بدل قادر لك بلاش بخير كاسين دوسوا 4 مشى. خوبش نگم. خب بینندگان گرامی اینم بود گزارش امروز ما برای شما تهیه کردیم و به نشر رساندیم. لطفاً تا آخر ویدیو
ما را همراهی کنید، لایک و سابسکرایب کنید و با اون کامنت های قشنگتون به ما انرژی بدهید که ما بتونیم بار دیگر برای شما ویدیوی جدید و زیبا از همه فصل های بهار، تابستان، خزان، زمستان همیشه ویدیو درست کنیم برای شما بگذاریم و شما بینندگان گرامی را خوشحال و خرم بسازیم. امیدوارم این کار صورت بگیره که شاید خوشحالی شما هموطنان گرامی داخل و خارج کشور باشیم. و این بود اساس زردالو دیگه. همینطور که مشاهده میکنید اینجا نگاه کنید، بسیار یک فضای دلنشین و عالی و زیبا داره که بسیار آدم اینجا بسیار خوش آدم میاد. از شهر که میاد اینجا یک آب و هوای دیگه اینجا داره دیگه، لذت بخش آب و هوایش. اینطور که مشاهده میکنید اینجا این شبتل کاشته و گندم کاشته و بالا هم که میبینید پیازه. من فصل شبتل درو یکی دو بار البته درو کده، همی گذاشته که برای خوش شده، این بار سومیشه که درو نه میگه که اینجا هست. خب بینندگان گرامی، این بود از گزارش امروز ما و بالاخره حالا باش بریم یک چیز دیگه اونجا هست اونا رو برایش نشان بدیم تا زاید نمات. گندما رو که ایرخم پرتاو کده همینطور مانده دیگه، هنوز فصل جمع کردنش نرسته دیگه. همینطور که مشاهده می‌کنید اینجا نگاه کن، گورجه، کچالو، همه چی اینجا وجود داره. اینا رو میگن سیب زمینی، سیب زمینی کاشته اینجا. این منطقه رو بسیار زیاد دوست دارم، بسیار آب و هوای دلنشین داره، بسیار هم لذت بخش. اون گرجه هنوز دیگه گرجه نکرد. این یکیش هم بادمجان سیاه، میشم که پیاز و اون یکیش هم که پیاز سری از اون برای سر استفاده نه.